ها کجا میگریزید؟ هیچ خیلی گپ زنی؟ من از پس شما دویده میگردم. باز چی گپ خودش؟ گویا از همه گپ بیخبر باشید. سود هم اینقدر سبکی داد. بانک از فایزهایش گذشت. باز شما همه رو احمق کرده میگردید. شما خودمون آورده پول رو به کسی شما انداختیم. بسیار گم نزن. ما پول روز جمعه برده سپرده بودیم. های با کجا سپردید؟ با بانک سپرده مفتری؟ آرام شد عبدالله جان. سلام علیکم. شما نه سلامتی نه کارون است. اکو چی خیر؟ اینجی کارون است. اکو به فکر میکنم یک بیخبر. تو از پی کار شدن گیر من همش میفهمم. اکو این طرف بزنید. درستار فهمو تلقیق کردم من بخوام. میفهمم. بید اکو این طرف بید. شما نه سلامتی نه کار بار زندگی. من از اون پول کی بردید؟ اکو آرام شد. باز من به شما همش میفهمم. دقت نشوید. اکو بدادم سلام گو. ماله. عبدالله جان یک حادثه هایی شد که همه مونده و دست دادم اینسول شده شدیم. حالشان خیلی وضعی. حاجت خانه رفته نمیتونم. در این جاگه به تر میکنم. خوش کوچکتی خوراک میخوریم هر روز نگاه بین دارو درمان همه پول جمع کرده هم رفت. باور کنید 8000 پول جمع کرده بودم در دستم بود. لیکن پدر یک بار این خیال شده. تصور کنید من در این حالت چیکار میکردم یا شما در جای من میبودید چیکار میکردید؟ از یک طرف پول بانک از دیگر طرف پدر. اگر پول ندیدن دادم میمردم. دکترهای میدونید که اوضاع چی شدگی. شهریار آرام شدید. کارتون رو با دست بچین. من شما رو میفهمم. لیکن پول بانک رو برگردان اندازین. آخرین پول شخصی من نیست کو. السلام علیکم. عبدالله جان شما دوره؟ چینجی؟ چینجی شده؟ خانمه داریم. چای میکنیم؟ رحمت. بعضی پدر فهمیدم. کار ناخوب شده است. خیلی دیدن یک. لیکن با وجود معماهای روزگار خرج بانک دادن در کار. شما حق. ما نیت داریم تا ماه آینده قرض رو صاف کنیم. تا ماه آینده دیر میشود. کوشش کنید که در 2-3 روز حل کنید. 2-3 روز؟ و ما 3 هفته وقت داریم. تو پول رو نداری؟ برای توابیتی پدر صرف شد. بار پدرت لعنت. صدقه نیکی شوید. عبدالله جان خودی همین روز و سود میدهم. 9 ماه است که شما مرا فریب میکنید. من خشم هم میخونم میمونید. نه میمونید. عبدالله جان کار تموم. عبدالله جان